به قول یکی از بزرگان که میگفت راه زندگی ما آدما همیشه هموار نیست. گاهی وقتا حتی اگه تو قله خوشبختی هم باشی ممکنه یه طوفان غیر منتظره از راه برسه که همه چیز رو زیر و رو کنه. انگار این طوفان هیچ وقت هم نمیخواد بگذره و تموم نمیشه. اینجور وقتا تنها راه نجات اینه که تو ازش بگذری و سریعتر حرکت کنی. یه وقتایی شعله‌های تاریکی شب چشماتو میسوزونه و اشکایی که چشماتو پوشوندن باعث میشن که نتونی مسیرتو خوب ببینی. اینجور وقتا تنها راه نجات اینه که از نور قلبت الهام بگیری و اجازه بدی اون راهو نشونت بده. یه وقتایی هم سر دوراهی آرامش و عذاب بارون اضطراب شروع میشه و تو نمیدونی کدوم راهه و کدوم بیراهه. اینجور وقتا تنها راه نجات اینه که چتر خدا رو بالای سرت بگیری و از شر دلهره بگذری و به راهت ادامه بدی. پس از این به بعد هر وقت تو مسیر زندگیت مشکلی برات پیش اومد، به جای متوسل شدن به عوامل بیرونی یه لحظه بشین و با خودت فکر کن. از خودت کمک بگیر، از ایمانت، امیدت، آرامشت و قدرتی که توی وجودت داری. و هیچ وقت فراموش نکن که اگه هنوز به مقصد نرسیدی معنیش اینه که داری به مقصد نزدیک و نزدیکتر میشی.